یعنی به حد متاسفانه به حد مفاهیم تربیتی و مفاهیم تزکیوی در میان حتی کسانی منسوب به علم به حد ضعیف است که یک عمل را که صراحتا اصلا مناسب شأن یک بنده مؤمن نیست، مناسب شأن یک انسان مخلص نیست، چی رسه به عالم او عملا صراحتا میگه. بارها می رقم شده بسیاری وقتا که میشینی یک نفر میخیزه گله را شروع میکنه که ولد فلان جای ما رفتیم یک 5 دقیقه ما وقت ندارم یک چیزی بگم. باز جالب چیز اصل این میخواد که تبارز شخصیتی خود در اونجا بکنه، اما این گپ را باز میخواد در قالب یک رنگ شرعی پنهان بسازه. میفهمین ایده باز چی رقم این کارا باز چی رقم میکنه؟ شیطان برش زین لهم شیطان اعمالهم، شیطان برش اعمالش رقم زینت میده که ای تو وانمود میخوای بکنه که یعنی چیزایی که من میگفتم باز دیگه کس نمیگفت، اینطور میخوای بگه، یعنی گپایی که من میخواستم بگم هیچ کس دیگه نگفته دیگه، این خاطر بعد ما وقت میدادن. اول در اصل گفتن او مطلب منظور نیست، شاید کسایی از او کده بهتر گفته باشه، اما به خاطر ازی که اگر به اصطلاح اینطور شخصیت خودش تبارز پیدا بکنه، اما منزلت و جایگاه بالاتر به دست بیاره، چون ایره به دست نیاورده ناراحت است. ایره میخواد اینمی ناراحتی اصلی را میخواد در این قالب بپوشانه که گویا خب من چیزای زیاده را میگفتم که هیچ کدام از این علما به او اشاره نکرد دیگه، به این خاطر ناراحت میباشه. اما برعکس وقتی یک نفری ببینن که در یک جای مثلا یک درس هست یا مثلا یک سخنرانی یا هر عمل دیگه هست، یک کار خیر دیگه هست که یک کس دیگه از شما که او را بهتر انجام داد، خوشحال شوید. این گپ در تضاد با او عمل نیست که شریعت ما را تشویق کرده که در کارهای خیر سبقت بکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه الله تبارک و تعالی اینمی وعده را بر بنده مؤمنش کرده که هرگاه شما در انجام یک عمل واقعا نیت انجام و عمل را داشته باشین، ولو عمل را انجام ندین شما ثوابش به دست آوردین، ولو شما و عمل را انجام هم نتین اما نیت شما برای انجام و عمل صادقانه و مخلصانه باشه، الله متعال اجرش برای شما میده. پس شما یک نیت انجام یک عمل خیر را داشتین، او عمل را انجام ندادین، اما به خاطر داشتن این نیت ثوابی و عمل را گرفتین. یک کسی دیگه او عمل را از شما کده بهتر انجام داده، اما شما چون مخلصین هم به خاطر ثوابی که خودتان به دست آوردین، هم به خاطر ثوابی که یک نفر دیگه به دست آورده و هم به خاطر که اصل عمل بهتر از شما انجام گرفته خوشحال‌تر میباشی. این همین نشانه از نشانه های اخلاص هست که در قلب یک بنده مؤمن وجود می داشته باشه. و خیلی خوب هست که موارد امی احساسات خود در قلب هر تک از ما شما وجود داره. این امی احساسات را وقتی این امی حالت را احساس کردیم تلاش بکنیم این حس خود سرکوب بکنیم، چی بکنیم؟ سرکوب بکنیم، به این که یادآوری بکنیم برای خود که اینمی حسی که تو داری اینمی خودش حس ریاکارانه هست و این در تضاد با اخلاص هست. و بعد از او باز فایده های اخلاص و مضرات ریا را در ذهن خود بیانیم و با خود مجادله بکنیم، با نفس خود مجادله بکنیم تا او را قناعت بدیم که اینمی حس از خود چی بکنه؟ دور بکنه. دقت کنید، یعنی یک به تعبیر یک عملیات درونی است که شما با خود باید بکنید و دیگران نمیتونن که درستی عمل بکنن. شما خودتان یک مورد بسیار مهمتر دیگه وجود داره که باز در معامله با نفستان صادق باشین، به خاطر از این که بسا موارد یک نفر میخواد که خود ریا را از خود دور بکنه، شیطان اینمی که نه امی عمل ما باید انجام میدادم و امی اصل دین هست سر این نکته پافشاری میکنه. این نکته رو مد نظر باید داشته باشین که گاهی وقتا شیطان براتون اگر و نفستان وسوسه میکنه یا شیطان شما رو وسوسه میکنه که نه این کار خودت باید میکردی، این کار باز براتون نگان دلایل هم میتراشه، اینی دلیل پشتی دلایل نگردید و تلاش بکنین صادقانه با نفس تعامل بکنین. اصل نیت هایتان در مورد محاسبه قرار بدین، اصل نیت هایتان